احترامانه از نام پیغمبر خدا خواهش دارم پدر و مادر آزار ندید. باور کنین اگر شما بخواهید که در قبر شما باغهای از جنت باشد و شما وارد جنت شین و قصرهای بهترین جنت از خود کنین، هر آینه پدر و مادر از خود راضی کنین. زیرا رسول اکرم گفتند که دعوت الوالدتی اسرع اجابتا، دعای مادر اسرع اجابتا. اسرع از کلمه چی است؟ در حال اجابت می‌یابد. گفتم پیغمبر دعای مادر در حال اجابتش میرسد. قیل لما یا رسول الله، پرسیدن چرا که دعای مادر در حال تأثیر میکند؟ گفت هی ارحم من الاب و دعوت الرحیم لا تسقطو. پیغمبر خدا گفتند زیرا که مادر از پدر دیگر رحمتر است. رسول الله گفتند و دعای رحیم، دعایی که آدمی که رحم داشته باشد، لا تسقطو، نزد خدا نمیغلطد بلکه اون چی میشود؟ بالا برداشته میشود و به اجابت میرسد. از آن ناله بنالد عرش رحمان. این ناله محمد چنان ناله تأثیر بخشی هست که عرش الهی را میگه در لرزه میارد. از آن ناله بنالد عرش رحمان، به موج آید شکوهی بحر غفران. خداوند طاقت ندارد که محمد را در گریه بیند، طاقت نداشته. از همین خاطر موج رحمت الهی، دریای مغفرت الهی میگه در جوش می آید، عرش در لرزه می آید. چی می گوید؟ ندا آید ز خلاق جهاندار، آن ذاتی پر اقتدار آن روز یک صدای می زند. ندا آید ز خلاق جهاندار، حبیبم از شفاعت خواهی مختار. ز من بخشش بود از تو شفاعت، تو را کردم شفاعت خواهی قیامت. حبیبم من آن عهد را فراموش نکردم، امروز بخشش از من است، شفاعت از تو است. سری خود احمدا از سجده بردار. احمد محمد از زیر عرش من سرت را بردار، نمان پیشانی مبارک در بالای خاک نمان. سری خود احمدا از سجده بردار، خریداری کنی رو بین بازار. این بازار قیامت در اختیار تو، هر کسی را که میخوای، کدام امتی را میخوای، رو شفاعت کن. سری خود از بالای از این بالای خاک ذلیل پیشانی خود بردار. شود خوش آن زمین، بالا کند سر، بپوشد حله های خلد و دربر. حضرت وقتی این صدا را میگه از خدای خود که میشنود، حبیبم سر را بردار، بازار قیامت در اختیار توست، هر کسی را میخوای شفاعت کن. حضرت دیگر از خرسندی از جای خود سر میبردارد، از دست جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل آن لباس ها و آن تحفه های جنتی که بود همه اونها را قبول میسازد و میپوشد. رود در بین صحرای قیامت، برای امتش قصد شفاعت. حضرت میدان بازار محشر می آید، با امید شفاعت یک راهی را برای خودش اختیار می کند. شود او منتظر اندر حسابگاه، به پیش راه امت چشم بر راه. حضرت در یک کنار راه می ایستد، نظر سازد ز همت ها چپ و راست، چگونه آید امت از خدا خواست. یک راهی را برای خودش انتخاب میکرده است. چگونه ای که ما و شما فرزندهامان از دولت‌های دوردست می آید، در فرودگاه رفته منتظر فرزندها می شویم کی می فراید تا که او را پیشواز بگیریم. رسول اکرم هم مثل همین در یک راه می ایستد، کنی امت ما حالش از حسابگاه چگونه خلاص می شده باشد، ترازوی اعمال چگونه انجام یافته باشد، نامه اعمال امتی من چگونه انجام یافته باشد. وقتی ما و شما از اینها نجات که میابیم، راه رسول اکرم در راست میشویم، مثل پدری که فرزند در آغوش میگیرد، مثل فرزندی که از یک زندان خلاص میشود، رسول اکرم در آغوش میگیرد و میگوید فرزندم داخل جنت شو، داخل جنت شو. هر کدام ما و شما را وارد جنت میگرداند.
این گونه حبیبی خدا، این گونه پیشوا داره ما و شما. الحمدلله این نعمتی هست که خدا بر ما و شما داده است که در روز قیامت این حبیبی خدا به ما و شما شفاعتگاه می شود. حضرت عایشه صدیقه روز میگه گریان بودن، رسول اکرم گفتند یا عایشه ما یبکیک، چرا تی گریه میکنی؟ حضرت عایشه گفتند فذکرت یوم القیامه فبکیت. پیغمبری خدا روز قیامت یادم آمد، مشکلات های روز قیامت یادم آمد. پیغمبری خدا دیگر آب چشم داشتن نتانستم. پیغمبری خدا روز قیامت مرا شفاعت میکنی یا نه؟ آیا من به یاد تو میزنم یا نه؟ این عایشه از پیغمبری خدا سوال کردن. رسول الله گفتند یا عایشه، گفتند روز قیامت من در یاد شما هستم، لکن 3 موضعی هست که در اون موضع ها هیچ کس در یاد کسی نمیزنه. عایشه گفتند پیغمبری خدا اون وقت اون حالت کدام حالت است؟ رسول الله گفتند وقتی که ثواب بنده را در ترازوی اعمال وزن میکنند، ثواب زیاد از یا گناه، اون روز همه چشم ها به سوی ترازو هست، هیچ کس در یاد کسی نیست. اون روز من هم گفت در یاد شما نیستم. دویم حالتی که برای شماست گفت اون حالتی نامه اعمال است، به دست راست شما داده می شود یا چپ. اون روز هم گفت کسی در یاد کسی نیست مگر همه خاطر انسان به سوی خداست که به دست چپ می گیریم یا به دست راست. و سوم حالتی که خیلی مدهش است و کسی در یاد کسی نیست، این گذشتن پول صراط است که بنده نجات می‌یابد یا نه. در این 3 حالت کسی در یاد کسی نمیزند. خدایا پروردگارا، ما امتی گناهگار هستیم، پروردگارا ما امتی عاجز هستیم. خدای مهربان، بنده همان به که زی تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. خدایا ما هیچگاه با حمد تو رسیدن نمی توانیم. ما به قدر این نعمت هایی که بر ما نصیب گردانیدی با قدر این رسیدن نمی توانیم. لکن خدایا این روزها و این ساعتها و این 3 حالت خدایا بر تمام این امت آسان بگردان. حضرت رابعه هم یکی از زنهای مجاهده بودند، زنی بودند که فقط در راه خدا عمر خدا سپری کردند. اون حضرت هم 3 حالت برای خودش بیان میکند که تشبیه همین 3 حالت است. میخواهم که این نظم حضرت رابعه را به سمع شما برسانیم و بعدا دعا کنیم که نظر کنین زنها زن بودند چگونه از خدا میترسیدند، زن بودند چگونه از روز قیامت میترسیدند. از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبائل؟ ای رابعه عمر خود را به شوهر گذرانیدند. شخص سوال کرد رابعه چرا تو شوهر نکردی؟ از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبائل؟ بگفتش در غمی 3 چیز هستم، ندانم قسمتی روزی الست است، ندانم روزی رحلت دادنی جان رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. گفتن ای سوال کننده، گفتن اولا گفتن ما در پیش جان کندن داریم، روزی رحلتی جان داریم. من نمیدانم که روزی رحلتی جان آیا جانی به سلامت می برده باشم، ایمانی به سلامت می برده باشم یا نه. آیا از این فتنه های شیطان، از این حمله های شیطان من نجات می یافته باشم یا نه. گفتن یکم چیزی که مرا نمیگذارد که شوهر کنم این است که در حالت رحلت جان آیا به ایمان می روم یا به ایمان. دوم از شدت روز قیامت چی باشد حال اندر دادنی خط. دویم آن روز قیامت به یاد می آید و دادن خط به یاد می آید، دادن نامه اعمال. نامه اعمال چیست؟
تمام شما فرزندای عزیز، تمام شما پدرای میروبان به خود نامه اعمال دارید. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو ملائکه های دارید در دست راست شما، در دست چپ شما. نیکی ها و بدی های شما را هر روزه می نویسند. چگونه ای که در یک کارخانه شما کار میکنین، تمام آن حجت هایی که شما می نویسین اونها را جمع میکنن، کتاب میکنن. این اعمال های شما، این حیات شما در کتاب ها کتابت می شود. اینها روز قیامت در دست شما داده می شود. این را نامه اعمال می گویند. دوم، از شدت روز قیامت چی باشد حال اندر دادن خط. سوم، دو فرقه گردد خلق فردا، یکی خوانده شود بر خلد اعلا، دیگر رانده شود بر جانب نار، گرفتاران قهر سخت قهار. نمیدانم که در بین کدامم، از این اندوه در کلفت مدامم. از این باعث نسازم فکر شوهر، نیم فارغ دمی از خوف محشر. حضرت گفتن سیوم، میدان ای سوال کنند در روز قیامت مردم دو تفرقه می شوند. یکی سیاه رو می شود، یکی سفید رو می شود. من در کدام طایفه اینها هستم؟ این سه حالت مرا نمیگذارد که شوهر کنم. من زن بودند. رسول خدا در روز قیامت که آن مقام محمودی نام دارد. عزیزان من، در این باب صحبت است. امروز صدای خداوند به گوش تمام مردم قیامت میرسد. میگوید انا الله لا اله الا انا ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین. امروز حکومت به دست من است. امروز فرمانده منم. لا اله الا انا. غیر از من دیگر حکومت دار نیست. غیر از من دیگر صدا بلند کننده نیست. غیر از من دیگر پادشاه و حاکم نیست. غیر از من دیگر سودگیر نیست. بسیار که بی‌طاقت می شوند، بسیار که روحاً عذاب می کشند، خسته می شوند. بعد از چند ساله ناگهان زبان بعضی ها به گفتار می دراد، به یک دیگر می گویند این سختی روز دیدید، این دهشت دیدید، بیا یک کار کنیم پیش یک شخص رویم ما را از این سختی و دهشت نجات دهد. پیش یک شخص رویم به پروردگار واسطه شود ما را از این سختی خلاص کند. الصلاة والسلام عليك يا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما را به این روز مبارک، به این روزی که همه شما انتظارش بودید، روز مولد پیغمبر بزرگوار و جشن با سعادت این آفتاب تابان رسالت، خوش آمدید میگویم و از خداوند مهربان پروردگار در این دنیا با همه ما و شما عاشقان محمد و خاندان محمد و یاران محمد توفیق بندگی و عمر دراز و تن صحت و رزق فراخ و پیروی از سنت پیغمبر بزرگوار و دفاع از شریعت او نصیب سازد و در روز قیامت همه ما و شما را به شفاعت این پیغمبر بزرگوار
و این محبوب خداوند داخل جنت بگرداند. میبینم همه شما از راههای دور برای خاطر شنیدن داستان زندگی محمد حبیب دلها راه طی کرده، زحمت کشیده به اینجا تشریف آوردید و این خود نشانی عشق شما با پیغمبر بزرگوار و این خود نشانی دوستداری شما با این آفتاب تابان رسالت است. پیش از آن که به صحبت شروع کنم، از خداوند مهربان برای همه شما جوانانی که اینجا حضور دارید و موی سفیدان برنا و تبرکی که هستید و خواهرایی که در خانه ها نشستید صدای من میشنوید، دعا میکنم اولا خداوندا همه ما و عاشقان محمد را تن صحت و عمر دراز نصیب فرما. خدایا به فرزندای اینها را تو قادر و توانای فرزند صالح نصیب گردان. خداوندا زندانیای اینها را از زندانها خلاص گردان. خداوندا تاجرای اینها را در تجارتاشان و دهقاناشان در دهقانی‌هاشان برکت عطا فرما. خدایا مسافران اینها را و این چنین مسافران عاشقان مدرسه محمدی که دور از دیار امروز همراه با ما هستند، با عشق خود، با دل خود، با روح خود، با جان خود، خدایا اونها را در مسافرت ها سلامت دار و بعد از انجام سفر با رزق فراخ به خاندانشان سالم بازگردان. خدایا در تمام عالم اسلامی و خصوصا در این جمهوری ما فیض و برکات نازل گردان. اختلاف و ناآرامی ها را خدایا از جمهوری ما همیشگی برداشته گردان و وحدت و دوستی و صلح و صلاح و یکدیگر فهمی و آزادی دینی برای مردم مسلمان ما و خصوصا حکومت دارای ما توفیق بندگی نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. موضوع صحبت ما مقام رسول خدا در روز قیامت که آن مقام محمودی نام دارد. عزیزان من، در این باب صحبت است امروز. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. پیغمبر بزرگوار محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم در سال فیل در شهر مکی مکرمه که مرکز تجاری حجاز بود، در ماه ربیع الاول در فصل بهار سال 570 میلادی به دنیا آمدند. این مختصر ترجمه حالشان است.
و 40 سال عمر مبارک محمد صلوات ربی و سلامه علیه در مکه با بهترین خصلت‌ها و خوبی‌ها سپری شد، حتی به آن حد این پیغمبر بزرگوار خوش اخلاق و با آداب و مهربان و دلسوز، جوان مرد و سخاوت پیشه بود که تمام مردم مکه، چی مرد و چی زن، چی کلان سال و چی نوجوان او را دوست می داشتند و براش احترام قائل بودند. وقتی که سن مبارک این پیغمبر به 40 سالگی رسید، چون گل زیبای شکفتن گرفت و بوی عطرآگین او شهر مکه را از خوش اخلاقیش و با آدابش و پاکیزه رفتاریش خوشبوی ساخته بود، خداوند برای سعادت جامعی بشری و خصوصا برای ما و شما امت آخر زمان این جوان خوش اخلاق و مهربان و دلسوز و جوان مرد را به پیغمبری برگزید. این حادثه سال 610 میلادی بود، یعنی در سال 610 پیغمبر شما از جانب پروردگار عنوان رسالت و پیغمبری یافت و ما و شما بندگان خدا را به سوی شعار لا اله الا الله دعوت کرد. وقتی که پیغمبر این شعار صدا داد برای مردم مکه و جزیره عرب که خود بت پرست بودند و جدا شدن از خداهاشان و خصوصا برای منصبداراشان و حاکماشان جدا شدن از منصب و حکومت خیلی گران آمد. بنابر دشمنی و آزار و تحقیر این پیغمبر آغاز نمودند. سیزده سال عمر مبارک ایشان در مکه مکرمه گذشت. در این 13 سال چه آزارها دیدند، چه رنجها کشیدند، چه تحقیرها دیدند، چه بی‌آدابی‌ها به خاطر سعادت جامعه بشری از دشمنان خدا دیدند، شنیدند. به همه اینها صبر کردند. صبر پیغمبر در مقابل دشمنان خدا و تحقیرهای اونها داشت. هر انسان طاقتی برداشتی او را نداشت. و برای این بی‌آداب‌ها دعای خیر میکرد. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا اینها را هدایت کن، اینها را راهنمایی کن، از نادانی به من دشمنی دارند، از نادانی دین توحید قبول ندارند. دعای بد نکرد، برای من و شما و گذشتگان من و شما دعای بد نکرد. سیزده سال سپری شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم
بعد از صادر شدن فرمان الهی برای هجرت به مدینه منوره آمدند که در این باب صحبت‌های زیاد سالهای پیشین شدگی است و 10 سال عمر خود در مدینه گذراندند و در مدینه اولین دولت اسلامی خدا که امروز دشمنان خدا میخواهند او را از بین برند و اولین بیرق سبز که شعارش لا اله الا الله بود تأسیس دادند. و این بیرق و این دولت روز از روز انکشاف یافتن گرفت، وسیع شدن گرفت، نفوذش در جزیره العرب کلان شدن گرفت، زیاد شدن گرفت. خلاصه وقتی که قبیله های عرب و شهر مکه که مرکز کفر و بت پرستی بود به ایمان مشرف شد، رسول بزرگوار وظیفه خدا به نحو احسن و خوب ادا کردند و نهال توحید شناندند و این نهال در زمین ریشه گرفت، مستحکم شد و نوده های او به گوش و کنار و اطراف عالم دمیدن گرفت، دویدن گرفت. خداوند حبیب خودشا در سن 63 سالگی به جانب خود دعوت کرد و به رفیق اعلا پیوست. عزیزان من، پیغمبر بود که فقط غم امت میخورد، پیغمبر بود که چی در این دنیا و چی در روز قیامت برای امت اشک میریخت. در این دنیا هم از پروردگار برای امتش هدایت میپرسید، توفیق طلب میکرد، آسایش و راحت طلب میکرد و حتی در روز قیامت هم برای امت از خداوند شفاعت طلب میکند. چگونه که در این دنیا نمیخواست امت او گمراه شود، ناراحت شود، مشقت بیند، در روز قیامت هم این آفتاب تابان رسالت نمیخواهد که امتش در آتش دوزخ بسوزد. یا الله، ما در نماز که اذان میگوییم بعد از تمام شدن کلمات اذان دعای داریم که پیغمبر برای ما و شما تعلیم دادند. در حدیث امام مسلم حضرت میفرمایند اذا سمعتم المؤذن، وقتا که شما مؤذن شنیده مثل کلمات مؤذن شما هم اذان تکرار کنید آهسته آهسته. بعد از تمام شدن اذان ثم صلوا علی، برای حبیب خدا، برای حبیب دلها پیغمبرتان صلوات فرسته. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ثم صلوا لی الوسیلة، بعد از صلوات برای من از خدا وسیله پرسید. وسیله این چی مقام است؟ این چی مرتبه است؟ رسول اکرم گفتند وسیله مقام است در بهشت، مرتبه است خیلی عالی. با آن کامی بایند از زیرکترین تون کیه؟ اون جوابی را که پیامبر نازنین برای ما میتد که معلم بشریت است و میگد که معلم من الله است، ما این جواب گفتن نمیتونیم.
ما فکر میکنیم همین آدم زیرک، همین یک آدمی که مثال آدم ها را فریب داده بتونه میگیم بسیار زیرک است. پیامبر گفت که زیرکترین شما آن کسی هست که بیشتر مرگ یاد میکنه. آن کسی که بیشتر مرگ یاد کرد برادر عزیز، او را پیامبر نازنین گفت این آدم زیرکترین امت من به شمار میرود. زیرا کسی اگر در یاد مرگ باشه برادر عزیز، حالا ببین حضرت رجا ابن حیوه میگه کسی اگر مرگ زیاد یاد کند در قلب او حسد، بغض، کینه، عداوت جمع نمیشه. ولی همین بسیار همین بدبختی هایی که خودمان داریم در نسبت یکدیگر، این به خاطر اون است که ما مردن فراموش کردگیم. وقتی آدم از یادش مرگ فراموش میکنه به همه راهی بد و به همه بدبختی میرود. لیکن وقتی اگر در پیش نظرش مرگ باشد که اوخی این کردارهای ما، این رفتارهای زیشتی ما هم در جان کندن ما و هم خانه قبر ما در خطر دارد، این کار نمیکنه برادر عزیز. خانه میگنجاند و نه فرزندانش را، یعنی زنی بیگانه را بیاری نه مرا نگاه میکنه نه فرزندهای ما را. من چی کار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبری خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی است؟ حلال از خواهر او وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. اینشان فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیشت دستنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زیناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده. بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند. اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار می بودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادرها را خدا نگاه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوب نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان، خوش به حالشان که این گناه یعنی صبر خیلی کامل را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودند که یعنی گوشت خوک خوردن امروز تمام طبیب ها
آشکار کردند که در گوشت خوب کرم‌های وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت می‌رساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیب‌های دنیا است. حکمت‌های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی. لیکن آینده با مرور زمان با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی هست، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باقی ندارد. و دویم خداوند گفته بوده است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنید. اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوک، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت صغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنید، انشاءالله شما شفا میابید. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوک میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوک میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن با در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان، یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوک میخورده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب میخورد، این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد، یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش به توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند، فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد فرزنددار نباشد، این صورت می تواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چکار کند، مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر در مسجد ما، پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضی اشان می خوانند و بعضی اشان نمی خوانند. می گویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا به این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاد اختیارم کرده باشند، برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود، زیرا تحیه مسجد خواندن این امر مستحب است. یعنی یک امری هست که شما به خواندنش ثواب، به نخواندنش گناهگار نمی شوین. لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است، باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد، سنت نخوانید بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید، دیگر سنت جمعه خوانده نمیشه نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر که این معلوم است وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدر لعنت میگوید، از این ده کلمه قبیح نیست، از این ده کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکنه. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها همش با پررگی به شما بیان میکنم. میتوانید که این کسیته ها را برده در نزد همون عائله هاتان گذارین، انشاءالله گوش اندازند، شاید که خدا اونها را هدایت کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، شخصا برای من محبوب هستی. من یک چند سوال دارم، میخواهم پاسخش را بگیرم. شخص 5 وقت نماز را ادا میکند ولی ناس میکشد و همه کارهای غیر اسلامی را بس کرده است ولی ناس را نه. درباره ناس کمی روشنی میانداختید. من برای پیدا کردن رزق روزی به شهر دوشنبه رفتم، در ساختمان کار میکنم. در روز جمعه مرا اجازت نمیدهند که به نماز جمعه روم. در این حالت من گناهگار میشوم یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. اگر برادر ذره فرصت باشد برای ادا کردن نماز جمعه استفاده کنید. اگر در کجایی که شما باشین فرصتش باشد، اگر از همان سردارهاتان التماس کنین، زاره کنین، تولا کنین، اگر اجازت دادن حتمی کاری کنین که آمده جمعه را خوانین. لیکن وقتی که رئیس های شما، سردارهای شما را رخصت ندادن، اجازت ندادن، در گناه شما اونها شریک هستند. و شما می توانید که یعنی بعد ادای جمعه خلیفه جمعه یعنی نماز پیشین ادا کنید. و در باب ناس چند بارها گفتیم که یعنی در دست من یک کتابی هست از یک شیخ عرب، چاپ مدینه هست.
که در باب همین مخدرات، چه از سیگاریت و چه از ناس و چه از گیروئین و چه از بنگ و از نشه و از همه اینها صحبت کردگی هست. همه اینها را یک حدیث پیغمبر خدا را دلیل میکند که پیغمبر خدا گفته بود است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام گفت چنین شعار دارد، اسلام ما یک شعار دارد، همه شما دانید، نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. پیغمبر گفتند نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. این شعاری تمام مسلمان هاست. باید که همه ما و شما با این شعار عمل کننده باشیم. یعنی ناس، سیگاریت، همه اینها ضرر کننده در جان ما و شما هستند، در نفس ما و شما هستند. اگر باور کنین یک دهانی که اگر ناس نکشیده باشد، نظر کنین با اون دهان و با دهانی که ناس کشیدگی هست، با اون دهان نظر کنین. باور کنین دهان آدمی ناس نکشیده باشد وای به منزله یک قصر است، زیبا است، زینت دارد، لیکن آدمی ناسکش دهانش، همون دهانش مثل خانه ویرانه است. یک خانه که همش چپشیدگی، داخلش خیلی ویران است. نظر کنین دندانهای او را نگاه کنین، باور کنین آدم رحمش می آید که این بیچاره چه مصیبت است که به سر خودش آورده است. وای به حال همون زنی همون که نفسی او را چخیل نفس می کشیده باشد، خودش که در یک بلا با او زن هم بیچاره در زندان دچار شدگی است. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. داملای عزیز، من در سین 63 قدم ماندم، سلامتیم خدا و شکر خوب است. 4 سال پیش دختر 24 سالم از دنیا گذشت. بعد این زنم عزا گرفته است، از بر من دور خواب میکند. مدت 3-4 سال شده است که ما زنده جدا. از نگاه اسلام احوال من و زنم در قیامت چی میشده باشد؟ یا که من میخواهم که با اون نزدیک باشم، اون میگریزد. یعنی بعد 24 ساله دخترش از دنیا گذشتن، این زن عزا گرفته است. عزاش با مقصدی که یعنی دیگر با شوهرش هم خوابگی نمیکند و در پهلوی شوهرش نمی ایستد. 3-4 سال شده است که این احوال در این مرد دچار شده است. باور کنین در مصیبت آدم باید صبر کننده باشد. خداوند در قرآن میگوید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خداوند میگوید بشارت ده آن کسانی را که بالای اونها مصیبت می آید و اونها میگویند که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. این دختر اگر 24 ساله از دنیا گذشته باشد، این باید عبرت برای مادرش باشد که روز از روزها مادرش هم از دنیا میگذرد. و این احوالی که اون شوهر دوچار گردانیده است، با این احوال در نزد خدا چی جواب میگوید؟ حال من در قیامت میگوید چی میشود؟ حال تو در قیامت این است که در قیامت هم این زن از تو جدا هست. پیغمبر خدا گفتند که زنها را پیش شوهر میارند، میگویند آیا با این زن میخواهی که در همین جنت زندگی را دوام دهی؟ اگر زنی نیکوکار باشد، اگر زنی نیکبخت باشد، اگر زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، این مرد چی میگوید؟ البته میخواهم که در جنت هم همراه این زن باشم. و این زن میگوید از حورهای جنتی دیده با زینتش زیباگیش زیادتر میشده است. لیکن زنی که در دنیا مرد آزار میدهد، مرد غم و دقت میدهد، مثل این مادری که کرده است، اینها از این شوهر جدا هستند. راحت این شوهر دیگر در جنت نمیبینند. انشاءالله این سوالهای خیلی زیاد در باب زنها نزد من هست. از این خاطر من هم به یک خلاصه آمدم که در باب زنها یک صحبت مکمل انشاءالله برای شما میرسونم که همین زنها مردها را احترام کنند. البته سبب به احترامی مردها امروز به همه ما و شما معلوم است که زنها از امر معروف دور هستند.
زنها سخن خدا را نمیشنوند. زنها از این صحبت‌های ما محروم هستند. برای همین است این مصیبت بالای تمام مردها آمده است که زنها نمیدونند که شوهر در اسلام چه قدر و چه قیمت دارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب گویید. در خانه گربه داشتن ممکن است؟ ممکن است. اگر در خانه کسی که سگ پیغمبر خدا منع کردند، لیکن اگر در خانه که گربه باشد با گربه اجازت دادند. ناخونی دست و پا را هر دویش را یک جایه گرفتن درست است یا نه؟ درست است. اگر ناخونی دست و پا را در یک مجلس، یعنی در همین روز جمعه، اگر ما و شما تازه کنیم، این سنت است، این بهتر است، این البته افضل تر است. یک کودک 10 ساله را نمازخوان کردن و در وقت نماز سنت را بلند خواندن درست است. بلند البته درست است. برای تعلیم دادن این کودک 10 ساله، یعنی خواندن نماز سنت و خواندن نماز فرض با طریق آواز بلند که تا که کودک تعلیم نماز گیرد، البته جایز است، درست است. یگان ضرر و زیان و گناه ندارد. در وقت نماز فرض بعد از امام سلام دادن با طرف راست و چپ درست است. در نماز در دستت ساعت باشد درست است. درست است. با ساعت نماز خواندن هیچ گناهی ندارد. لیکن بعد از امام البته سلام میدهیم. بعدی که امام سلام میدهد السلام علیکم و رحمت الله، شما السلام علیکم و رحمت الله میگویید. یعنی سلام البته بعد امام شما هم سلام میدهید. لفظ سلام شما هم تکرار میکنید. شخصانی که در خانه خود مگنیتوفون بلند کرده همسایه را آزار میدهند، آیا از روی اسلام است؟ نه، از روی اسلام نیست، بلکه آدم البته گناهگار میشود. ما در این باب صحبت داشتیم که در خانه هایی که مگنیتوفون ها بلند کردگی هست و آزار همسایه میشود، اینش باز گناهی، یعنی گناه دویم درجهش است. گناه یکم درجهش این است که تو از رحمت خدا دور میشوی. بهترین صورت همین است که این مگنیتوفون هایی که در خانه داریم، در اینها شما کسیته های امر معروف اگذارید. در این مگنیتوفون ها شما صدای قرآن اگذارید، تا که در خانه های شما اگرچه خودت نمیخوانی قرآن، اگرچه وقت قرآن خوانی نداری، اقلا همون تلاوت قرآن در خانه صدا دهد. انشاءالله برکت می شود، نور می شود و تمام جین و تمام آن چیزی که ضرر رسان است، همه اینها از صدای قرآن می گریزند. که وقتی که شما مگنیتوفون با تمام آواز بلند میکنین که حتی که معنای همون سرود شما نمیفهمید، فقط همین یک گروم 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 بست خلاص، در این حالت شما دعوت میکنید، بلا را دعوت میکنید به سوی خانتان. السلام علیکم. یک روز از بازار همین سامانی گذر داشتم، خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بیت در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود است همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است، چنان یک گپ‌های بی شرمی بی حیانه در داخل همین ثبتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیست. باور که نوای ما تلفظ کرده نمیتونم. سفر دارم، انشاءالله سال آینده ماشین میخرم. اگر شما گوش انداخته باشین، در سخنرانی رئیس جمهور گوش کردین کلمه انشاءالله استفاده میشه. چندین بار ما با گوش خود گوش انداختیم، رئیس جمهور گویم 2 کرات حاجی است. الحمدلله این خوب از این برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم که خداوند باز هم محبت او را به اسلام و به اهل این مسلمین زیاده بگرداند و همیشه خدمت هایی که دارد باز همین خدمت هاش زیادتر بگرداند. در کلمه، در جمله رانی هاش کلمه انشاءالله را، جمله انشاءالله را استفاده میبرد. انشاءالله انشاءالله. و زیرا میداند که انشاءالله وقتی که گفت
هر یک چیزی که میخواهد او البته میشود برپا میشود. به این خاطر شما دوستانم، اگر شما مشکلی با ریختن موی سر دارین یا اینکه ریشتان رو که میخواین غوض کنین، سفید شوی پوستی بدن دارین، خود را بزباله کردن یا اینکه خراب کردن میخواین و چندین نمود بیماری های دیگری که در عکس شما دیده ایستادین، با ان همین نمرها مراجعت کنین. دستقبل در شهر مسکو، سنت پترزبورگ، اکاترینبورگ در مهلت 1 ساعت، با تاجیکستان هم میبرند. با دیگر شهرها در مهلت 3 روز یا اینکه 4 روز. زنگ زنین، داروهای گیاهی به کیمیکات است. از نام صدای امید گپ زنین. برای شهر مسکو و مسکوفسکی اوبلاست هستند. میخوان سرحد قزاقستان رو گذر کنن. با شما توصیه میتیم کمپانی حاجیانی ما باورین کس با همین کمپانی مراجعت کنید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با کل بینندگان شبکه صدای امید و با کل مردمی که الحال ما را تماشا کرده ایستادین، خداوند نگهبانتان باشه. این کنکورس رو یک کانال با نام استودیو مبل تشکیل کردگی هست. در کنکورس 3 ماشین، 80 دیوان، 20 تلفن و 2 تا نوتبوک مونده. انا همین کارتای زبیربانک، انا این نمرهای تلفن، تنها واتساپ، نرخ یک بلیت 600 روبل هست. شما میتوانید 10 تا 20 تا 30 تا چند تا قوتون میرسه بلیت خریداری کردن میتوانید. در ان همین کارتای برادر سوم رو میپرتین، همون سومی پرتوفته که اسکرین شات میکنین. ان همین واتساپ برادر است. کسی که واتساپ نداره واتساپ بکشه، با ان همین واتساپ روان کنین. مثال نام و فامیلیا، نمبر تلفنتون و ان همین اسکرین شات کردگیتون. این برادر برای شما کد روان میکنه. کسی که مثال در همین کنکور هست، در افیر ما با شما زنگ میزنم. کسی که برکت پرامای در افیر زنگش میزنم. در کجایی که باشین، این پدرکارا که برد کردین، خود در روسیه باشه، خود در تاجیکستان، در کجام گوشه و کنارش، برده در خانه‌تون میگذاریم. خود صاحب ماشین میشوید، تلفن میشوید، دیوان میشوید، نوتبوک، کدام میشه که برد کردی، برده در خانه‌تون میسپاریم. نرخ بلیط ها 600 روبل است برادران عزیز. 1,500 بلیط فروخته شد، 4,000 بلیط است. 2,500 بلیط دیگر ماندگی هست. کسی میتونه همون قدر زیاد بخره، کنکورس تستر به انجام میرسد. این مرحمت کرده میتونین که حرکت کنین زودتر. نرخ دیوان ها 18,000 سر کرده تا 30,000 روبل هست. تلفن ها همگی 30,000 روبلی هست. نوتبوک هم همین خیلی و ماشین ها خیلی قیمت هستند. حرکت کنین تو از کنکورس قفا نمونین و از همه شما خواهش میکنیم همین کنکورس خودی حاضر خواهید که تستر به انجام رسد. در ایما، واتساپ، ادنا کلاس، اینستاگرام، چه سایت هایی که میدونین پهن کنین. ما هم دادرای عزیز در برابر این تفسیر سوره زوحا این جمله را هم همیشه استفاده برین. انشاءالله هر چیزی که میگویی، هر سخنی که میرانی، انشاءالله را همراه خود استفاده ببر. انشاءالله همه کارهای شما چی میشود؟ خوب میشود و نفع میشود. انشاءالله نگی. یا مثال در بعض جمله هامون مثال الله اکبر نمیگن، باز خیلی یک جمله دیگر استفاده میبرن که مثال اونم معنی نمیدهد، ولی از یادم رفت. مثال در جای کلمه الله اکبر، الله اکبر، اینا بسیاری وقتی دعا میکنن الله اکبر میگویند. انامین الله اکبر نیست، این بله چی است؟ الله اکبر. حتی کلمه نصیبی که شما میگوین نصیب باشد، همین معنای نصیب باشد معنای انشاءالله است. لیکن شما در جای نصیب باشد انشاءالله را استفاده برید. این بهتر و این البته فایده آورترش این است که انشاءالله، یا اینکه اگر زبانتون در انشاءالله هم که نگشت، در چی گوین؟ اگر خدا خواهد یا خدا خواهد. انا همین جمله ها را استفاده برین. هر کاری که دارین البته خداوند باید نیک میگرداند. سردار مذهب ما و شما در وصیت‌های خود در آخران فصلش به شاگردهاش گفت بزرگترین زن دنیا بعد خدیجه عایشه رضی الله تعالی عنها می باشد. او پاک است و خالی از زناست. این حضرت امام ابو حنیفه در وصیت‌های خود به شاگردانش گفت. حضرت عایشه مادرمان میگوید وقتی من از ظرف آب می نوشیدم، زمانی که باز حیض بودم، کسل بیماری زنانه داشتم، رسول اکرم نگاه میکرد که از کدام جانبی ظرف من آب نوشیدم، دهانش را در جای دهان من میگذاشت. این حدیث بخاری است. عزت خواهی، قدر بخواهی، نماز شب خواه.
ولی حضرت عبدالله بن سلام حدیث میاد که پیامبر بود یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا و الناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. حضرت ابوبکر برای ما 4 چیز گفت: ای مردها، ای بندای خدا، افشوا السلام، کسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلامتون را افشا کنید. 2 اطعموا الطعام، 4 تنگتون که دادم ایتای در سرخان پرتویید، آب عزت کنید، یکدیگر را خیرات کنید، از خوردنی ها مقصد برخوردار کنید. اطعموا الطعام، طعام بتین به بنده های خدا. و صلوا الارحام، صله رحم رعایت کنید. و صلوا و الناس نیام، نماز خوانید زمانی که مردم در خوابند. بعد چی؟ اینها را که کردین تدخلوا الجنة بالسلام، شما وقتی نزد دروازه جنت که اومدین ملائکه دستا پیشی بر السلام علیکم، مرحمت مرحمت، اینجا منتظری تو، اینجا جای تو، اینجا زیبی تو دارد مرحمت. پیامبر گفت پایبند شد به این مرحمت داخل جنت شد. بعد از اون چیش گفت؟ گفت شرف مومن با نماز شب و استغناءه عن الناس، هیچ وقت خطا در پیش مردم بیچاره و ناتوان و گردن خم نگیر. اگر خواهی و عزه استغناءه عن الناس، عزتت وقتی پیدا می شود که خطا در پیش هر کس دستی مثال طمع دراز نکنی، هیچگاه گردن خم نکن، عزت خدا نگه می‌دارد. یک مصلحتی بود جناب جبرائیل برادر عزیز و پیامبر نازنین مکرم، خداوند ما شما را از پیروی این حدیث جناب